دوستا سلام، امیدوارم که جور صحتمند باشین هر جایی که هستین. آبتان یخ، نانتان گرم. دوستای عزیز، مرا سابسکرایب کن، فالو کن. به خدا نگاه کن، ما متاسفانه خانم برامت خدا رفتم 3 تا بچه دارم، از اینا نگهداری منم. یعنی بیرون کار نمیتونم، اگه گاهی نگاهی بیرون نم سر کار برم، باز اینجا غذا مزا نیست. متاسفانه بچه هم اذیت میشه دیگه. شرایط یک خورده بسیار مشکله. من میخاطر یک چینل یوتیوب ساختم دیگه. دوستا خواهش کنم که ده یک سابسکرایب، یک لایک، فکر نکنم زیاد وقت شما رو بگیره، ولی دمه میتونه کمک زیادی کنه دیگه. بعضی ها میگن که ما کسایی همشهری ها مشکل داره، دست چی رو بگیریم کمک کنیم. یعنی می خودش بزرگترین کمک است. میگه نفر ماهی ندیم ماهیگیری یاد بده. یعنی می خودش ماهیگیری یاد دادن. اگه شما بخواین یک سابسکرایب کنین، یک لایک کنین، کسی می ویدیو رو مینگره دیگه. خواهش منم ما را دمی را تنها نذارین. یعنی من مشکل دارم، اگه نه باور کو نمیخواستم میام زحمت، باور کو این مال مشکل زیاد دارم. کارای خانه است، بیرون است، بچه رو مدرسه ببر بیار دیگه. صبح وقت از خواب بخیر 3 تا ماشاءالله از 3 شیر در نوبت میبرم میرسنم، باز پس میم غذا حاضر منم، بازم زور پس میارم، باز پس میبرم، باز سازی 3 اینا پس میارم. باور کو یه میقه کار دارم. اینه دمی چینل هم یه میقه ویدیو که حالا چندان مناسبم نیه، چون امکانات نداریم که واقعا یک شرایط خوب داشته باشیم که بتونیم یک ویدیوی درستتر، یک امتا شفافتر باشه، که حداقل یک رنگ روح خوب داشته باشه. از همون خاطر دیگه در این شرایط آدم میدونی که وسایلی خوب نداریم. که یک موبایل کنه دارم، باور که اینمی کل وسیله من یک موبایل اینم پیش روی خو میلم دیگه. با اینمی کمی بیکار شدم، میشینیم روی زمین یک ویدیو میگیرم میلم. من خاطر میگم شاید دمام یک می چینل یک جای برسه، از این طریق دم بریم بچه ها برسم، میاد درس بخونه یک جای برسه. در آینده اگه اینا درس خوان یک جای رسید، مگم خدای بیتونه یک دکتر شه، یک چی شه، کمک کنه در یک تا همشهری افغانستان. میبینی که در دکتر و در همه چیز احتیاج داره، بالخصوص در آدمای درس خوانده. میگم در آینده اینا درس بخوانن یک جای برسن که به درد ملت و مردم بدبخت افغانستان بخوره. ماها که کار از دست ما بر نمیاد، بی سوادیم، نمیتونیم جلو خود از آب بکشیم، حالا چی برسه در یک دیگه کمک کنیم دیگه. شما کمک کنین نمیدم آینده این بچه ها خوبه، من دم اینا بتونم درست رسیدگی کنم، اینا درس بخوانن، از ما بی سواد نمانن، بدبخت نشون دیگه. ما شما میبینیم با سوادیم، باور کو چقدر رنج میکشیم، بدبختی میکشیم. حداقل می اولادای ما شما راحت باشه دیگه. ما شما این فرهنگ یاد بگیریم، دم دیگه از هر طریق کمک کنیم که بتونیم در دیست هم دیگه بدیم تا هم تا کم همین نسل ما شما کلان با سواد بار به که افغانستان ما شما از بدبختی نجات پیدا کنه دیگه. خواهش منم وقت شما رو گرفتم. متاسفانه دوستا توجه نمونین دمی چیزا، زیاد دنبال رنگ روخ میگردین. بعضیا چینل میسازه، البته امکانات چرا نداره، مشکلات داره، دوست داره هر کس دوست داره یک چیز خوب تولید کنه، یک چیز خوب داشته باشه، ولی نباشه سخت است. یعنی امکانات پول میخواه، خزینه میخواه. بعضی شاید داره، بعضی مثل ما و این رقم گرفتاری داره نداره. ما الان ماندیم که اینا رو چجوری چی کنیم که دمی شکم از یا برسیم. از هر را دیم که یک دفتر و قلم و یک چیز در اینا بگیریم که اینا پس نمونن، درس بخوانن. درسته ما ویدیوهای میخورده وضعیتش خرابه، رنگروش خرابه، تازه شاید از نگاه فرهنگم لجه ما میخورده مشکلات داشته باشه. خب آدم بی سوادیم بالاخره، داریم قبول داریم. اما شما میتونین با یک 2 ثانیه یک سابسکرایب، یک لایک، یعنی میتونین دمی چیزا هم شاید برسیم به کمک شما دوستا دیگه. وقت شما رو نمیگیرم، روز خوش داشته باشین هر جایی که باشین. امیدوارم که همیشه پیروز موفق باشین، در کارهایتان موفق باشین، یا همیشه کوشش کنین که بیستی هم وطنانتون رو بگیرین. خدا یارتان، موفق و روزگار بود.